پنجشیر حالت نظامی هست. اکثریت خانواده ها دره زیبای پنجشیر را ترک کردند، بلکه در نواحی کوهی پنجشیر جابجا شدند. نیروهای مقاومت در مواضع خود مستقر هستند، هیچ نوع مشکلی فعلا در اونجا وجود ندارد. من باور دارم که با گذشت زمان طالبان خود فهمیدن که دره پنجشیر خیلی یک دره هست و در برابر تهاجم بیگانه چطور میتونه که مقاومت بکنند. من باور دارم که در دره پنجشیر تنها این مقاومت خلاصه نمیشه، بلکه آهسته آهسته به سایر ولایت‌های افغانستان انتقال پیدا میکنه.